سلام به همه عزیزای دلم، امیدوارم که عالی باشید. میخوام در رابطه با دعا کردن صحبت کنم. عزیزای دلم ببینید، وقتی من میگم خدایا چرا نمیشه، چرا نمیدی، چرا اون ماشین جور نشد، اون خونه جور نشد، دارم انرژی منفی از خودم ساطع میکنم و این باعث میشه خواستم به تعویق بیفته و در ضمن دارم میفرستش به زمان آینده. پس من میگم خدایا شکر بابت ماشین عالی که به من دادی. یعنی چی؟ یعنی من اومدم خواستم آوردم به زمان حال، به آینده موکولش نکردم و در ضمن بابتش از خداوند سپاسگزاری کردم. یعنی من قبول دارم که به این خواستم میرسم. پس وقتی من با انرژی منفی و ناراحتی همش بگم خدایا چی شد، چرا نمیدی، چرا نمیشه و خواسته من اوکی نمیشه. پس با این صورت از خداوند خواستتون رو بخواید. دوستتون دارم، موفق باشید.